بود مردی داشت یک تنبل خری، بود مردی داشت یک تنبل خری، دایما بودش از او دردی سری. چون خریهای خرش بسیار بود، خدمت می کرد زان بیزار بود. گفت چون سازم خلاص او را ز خود، به سرش فکری فروش آورد زود. خاک بدبو را نمود دور از تنش، طوق زرین را نهاد بر گردنش. او روان شد سوی بازار با خرش، تا غمی را دور سازد از سرش. یک دلال یافت بس شیطان خوی، نیک را بدگو و بد را نیک گوی. یک کمی درهم حقی دلال داد، باز او را وعده از مال داد. بس دلال در تعریفش گولو دراند، صد کرت بالا او را از رخش خواند. هنگ میزد خرچ و سازی بلند، باز دلال وصل می کردش دو چند. خرچو بشنید این سخنها لال گشت، شاد از چاپلوسی دلال گشت. از شرابی حمد گویان گشت مست، او ز اسپ و اشتران بالا نشست. چون خران دیدند این رسمی خری، بر خری خویش کردند باوری. این زمان گشتند خرها معتبر، اسپ تازی گشت مجروح پیش خر. قیمتی خر تا فلک بالا جهید، که مثالش را کسی هرگز ندید. لیک خر از مکه آید او خر است، آدم و آدمگری این دیگر است. آدم و آدمگری این دیگر است.